آقا سلام. مردیم دیگه از گشنگی. الان میخوام رستوران برامون غذا آورده، بریم غذا بگیریم. خوب نازش نیست. بریم تو آسانسور طبقه شیشم. داری ببنده. بله دمپویی آبرومندانه نیست دیگه، ولی مجبورم دیگه. الان غذا آوردم، بریم غذا بگیریم و تا الان داشتیم نون پنیر میخوردیم، از بس گشنم بود. اصلا خیلی گشنم بود، خیلی. نفره ما 2 تا غذا گرفتیم. بریم غذا بگیریم. اونم ماشینمه. به عجب جاییه. الان دو 0-15. ممنونم. ریموت در ندارم. یعنی مدیر ساختمون واحد 5 بزنیم بریم طبقه 3. ممنون. دیگه نیست؟ ممنون. همسایه جدید داریم. واحد 5 طبقه 3 که رفتیم اون طرف. از طبقه 3 تا برای اینجا نمیشه، باید بریم بالا. بریم بالا ریموتو بگیریم بیایم پایین. بریم بالا ریموتو بگیریم بیایم پایین. رفتیم طبقه 3 اون طرف. از این ور که وارد شدیم. آل حسن، خانم آل حسن. خانم آل حسن؟ بله. مدیر ساختمون. بله. چی آدم این آقا عروس دومات داره برام میاد. دستم شکست بود. بابا در باز میشه چرا؟ میشی. وضعیت ماست. چی آخه؟ غذا رو براش دسته نمیزنه. اینجوریه این وضع غذای واقعا این وضع غذای. دستم نوشابه است. نوشابه کوکاکولا. دستم شکست. اوف دستم شکست. بعداً داستان زندگی من براتون میگم. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. زنگوله شاید دقیقا بزنید، اینا رو نمیگم. زنگوله شو بزنید که هر ویدیو دیگه غیر از این که حالا رفتم خرید، هر ویدیو دیگه که گذاشتم بکنم. خداحافظ.